یادها و خاطره ها. بسیار خوشحالم که اولین برنامه یادها و خاطره ها در سال جدید رو با بانوی نازنین و گرامی همراه خواهیم بود که به خاطر شخصیت ارزنده و خدمات خالصانه ایشان در دل بهائیان، به خصوص بهائیان ایرانی، جایی مخصوص دارند و زندگانی پرفراز و نشیب خود و همسر گرانقدرشون سرمشقی آموزنده است. دوستان عزیزم، میهمان ارجمند ما سرکار خانم شفیقه فتح اعظم هستند و در برنامه امروز با زندگانی ایشان آشنا میشیم و خاطراتی ارزنده و جالب رو از زبانشون خواهیم شنید. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، کسانی که با تاریخ گسترش آیین بهایی در نقاط مختلف جهان آشنایی دارند به خوبی می‌دونند که در زمانی که شوقی ربانی ولی امر آیین بهایی رهبری این جامعه را به عهده داشتند، بسیاری از بهائیان، خصوصاً بهائیان ایران، به ندای ایشان لبیک گفتند و طبق برنامه‌های مختلفی که طرح شده بود وطن مألوف رو ترک کردند و با عشق و ایمان فراوان در دورافتاده ترین نقاط جهان مسکن و مأوا گزیدند تا پیام یگانگی و محبت آیین بهایی رو به گوش عالمیان برسانند. و در نتیجه همین مهاجرت‌ها و فداکاری‌ها بود که جوامع نوپای بهایی در گوشه و کنار جهان تشکیل شد و به تدریج به صورت جامعه‌ای جهانی و متحد در سرتاسر عالم شکل گرفت. یکی از افرادی که از ابتدای جوانی با شوقی وافر در این راه قدم گذارد و به جرأت میتوان گفت که همه توان و عمر و جوانی خود را مصروف این خدمت بزرگ کرد، جناب هوشمند فتح اعظم بود که شما شنوندگان نازنین این رادیو با نام و آثار ایشان آشنایی دارید. این ادیب فرزانه با قلم و بیان توانا و اندیشه‌های زیبا و انسانی خود معرف حضور شما هستند و مطمئناً برنامه‌های پربار و پرشنونده یک ساعت تفکر ایشان رو شنیدید. اما شاید بسیاری از شما عزیزان شنونده ندونید که در کنار این شخصیت محبوب و دانشمند و دوشادوش ایشان همسری مهربان و فداکار قرار داره که در تمام مراحل زندگی زناشویی و دوران سخت و طاقت فرسای مهاجرت یار و غمخوار همسر گرانقدر خود بوده، بار سنگین مسئولیت‌های خانوادگی و تربیت فرزندان را به دوش داشته و با عشق و محبتی بیکران و با ایجاد کانونی گرم و پرصفا موجبات آرامش و آسایش جناب فتح اعظم را فراهم کرده تا ایشان با فراغت بیشتری به انجام وظایف محوله بپردازند. بهتر از دوستان عزیزم که بیش از این شما شنوندگان عزیز رو منتظر نگذارم و گفتگویی رو که در منزل خانم فتح اعظم انجام گرفته به شما تقدیم کنم. شفیقه خانم عزیز، بی نهایت ممنون و متشکرم از لطف و محبت شما و جناب فتح اعظم که در منزل پر از مهر و صفای خودتون پذیرای ما شدید و موافقت فرمودید که با هم نشستی داشته باشیم، به گذشته‌های دور برگردیم و ضمن آشنایی بیشتر با شخص شما در خاطرات خوش و ناخوش زندگانی شما عزیزان دل و جان شریک بشیم. بسیار ممنونم. لطف دارین، خیلی صفا آوردین، ما هم خیلی خوشحال میشیم. ما عادت داریم که همیشه در منزلمون احبا بیان و برن، لذت زیاد میبریم. قربان شما، خوش آمدید. خانم فتح اعظم، میشه خواهش کنم جریان آشنایی و ازدواجتون با جناب فتح اعظم رو برای ما شرح بدید؟ وقتی که هوشمند برای شما گفت که از عراق برگشت، یه نقشه 45 ماهه بود که احبا در هوم فرانت مهاجرت کنن. پدر مادر من با برادر بزرگم که ازدواج کرده بود و خانمشم 2 بچه داشتن، اینا همگی دست جمعی رفتیم شهسوار. اونجا نقطه بود که
قرار بود محفل تشکیل بشه. خب ما هم رفتیم اونجا. منم یه دختری بودم 15 ساله دیگه، شوق و ذوق مهاجرت و خوشحالم بودم که داریم سفر میریم اینا، اسبابا رو فروختن و زندگی رو جمع کردن. و بعد من گفتم به مادرم که خب حالا ما داریم میریم مدرسه، من چطور میشه؟ اونجا مدرسه هست؟ مادرم گفتن نه مدرسه نیست، ولی ما داریم به حکم مولامون میریم یه جا مهاجرت، من اونجا خودم به تو درس میدم. و واقعا چی مدرسه رو ما گذاشتیم، خیلی به من البته خوش گذشت، ولی تو خونه بودم و پیش مادرم بهم درس میدادن و میخوندم و اینا. ولی متاسفانه ما مهاجرتمون اونجا طولانی نشد، برای اینکه پدر من دکتر بودن و نتونستن اونجا مطبشون رو باز کنن. مردم محلی هم همچین روی خوشی به ما نشون نمیدادن و هرچی هم که سرمایه داشتن اینا در عرض این 1 ساله خورده شد و مجبور شدیم دست و پامون جمع کنیم و آمدیم. هوشمندم از عراق آمده بود، همین دوره که میشستیم با هم، من از دوره زمان شهسوارمون میگفتم، اون از زمان دوره عراق میگفت و همه این باعث شد که ما هر دو دیدیم که چقدر شوق و ذوق مهاجرت داریم و همه این بیشتر باعث شد که ما با هم جذب شدیم دیگه. تصمیمونو گرفتیم و ازدواج کردیم و رفتیم. این شاید هم علت موفقیت این که در ازدواجمون بود، هم فکر بودیم خیلی. بله. و بعد از اینم که همینجور که هوشمند گفت با فامیل فتح اعظم، به خاطر اینکه خواهر من زن دایی هوشمند شده بود خیلی نزدیک بودیم. من با خواهر هوشمند هم مدرسه هم کلاس بودم، خیلی دوست بودیم. و بعد از ازدواجمونم فکر نمی کردم که خونه فامیل غریبه رفتم، که تا اینکه قرار شد که بریم مهاجرت به هندوستان. هندوستانم وقتی که هوشمند رفت و اسمش نوشت در این امتحان قبول شد، حالا خودش اینطور نگفت ولی شما کامل. روزی که آمد خونه نهار می‌خواستیم بخوریم، پدر هوشمند گفتن هوشمند چقدر دیر آمدی، نهار منتظرت بودیم، ما شروع کردیم دیگه. گفت که بله من میامدم، دم اعلانی زدن دم سفارت هند که اسکالرشیپ میخوام بدن برای دانشگاه تاگور و اینا، و تاریخی که خوندن همون ساعت امتحانه. گفتم بالا منم میرم میشینم برای این امتحان. و رفت و نشست در این امتحان. بعد پدرش برگشتن گفتن که تو بدونی که به شفیق بگی رفتی اینجا نشستی، حالا اگه قبول شدی چطور میشه؟ گفت که خب حالا که 40 نفر اونجا نشسته بودن، آقا جون معلوم است من قبول بشم. گفتم ولی من به تو بگم من نمیذارم شفیقه رو ببری هندوستان معلوم نیست چه جور جاییه و این بچه اونجا صدمه میخوره. تو اگه برای 2 سال اسکالرشیپ گرفتی تو برو، من شفیقه رو جدا میفرستم انگلستان بره، اینم بره اونجا تحصیل بکنه تا تو کار تموم بشه. ولی دیگه تقدیر این چنین بود که قبول شد و رفت و پدر هوشمندم در صدد بودن که منو شهاب که 2 سال و نیم بود بفرستن انگلستان پیش خواهرشون و من اونجا درسی بخونم تا هوشمند کارش تموم بشه در هند. که متاسفانه این قضیه کشته شدن بختی ایشون اتفاق افتاد که خیلی صدمه سختی همه خوردیم و همه ناراحت بودن که هوشمند الان تک تنها در این غربت این خبری بشنوه چطور میشه. و نتیجه این گرفتیم که من فوری برم پیش هوشمند، تنها نباشم اونجا. مادر ایشون در اون موقع در قید حیات بودن؟ مادر جناب بله اتفاقا این وقتی این اتفاق افتاد اینا دهی داشتن به اسم رامجین. چقدر پدر هوشمند کمک کردن به اینا، براشون مدرسه درست کرده بودن، حمام درست کرده بودن، ده آباد کرده بودن. ولی آقای بودن اونجا به اصطلاح کت خدای این ده بودن، چون خبر دادن که والا شبا اینجا تو مسجد ده یه آخوندای میان خیلی حرفای عجیب و غریب بوداری میزنن برای این دهاتی ها. پدر هوشمندم گفتن خب والا بالاخره
هرچی میخوان بگن، ما که برای اینا جز خدمت و محبت کاری به این دهاتی ها نکردیم، رعیت ما هستن و همشون هم خوشحال و راضی و میخوان بیان و هرچی میخوان بگن. مادر هوشمند اون تابستون با برادر کوچیک هوشمند که اون در اون وقت 9 سالش بود، اینا رفته بودن رامجین تابستون اونجا باشن. ولی من به خاطر اینکه می‌خواستم از هوشمند خبر بگیرم زود به زود از هندوستان، اون وقتام که خبر انقدر راحت نبود، نه اینترنت بود نه تلفن بود دیگه، خیلی سرعت می‌خواستیم تلگراف بود. بله. کاغذا 3 هفته 4 هفته تو راه. من موندم شهر، من نرفتم ده. بعد سحر بوده وقت ما دیدیم که 2-3 تا از همین بهائی‌ها فرستاده بودن این آقای سرپرستشون که زود آقا بیاین ده، شلوغ شده ده. گفتن یعنی چه شلوغ شده؟ گفتن چرا دیشب مردم تو مسجد فریاد میزدن و خانم و پسرتونم اونجا هستن، ما متوحشیم. و پدر هوشمند فوری پا شدن با عمو هوشمند و رفتن و کرجم که میرسن میرن ژاندارمری که کمک بگیرن و برن و اینا. ولی وسط راه ده که میرسن میرن راه و سنگ گذاشتن و تنه های درخت گذاشتن و ماشین از حرکت باز میزن، برمیگردن میرن ماشین ژاندارمری همه برگشته. معلوم بود اینا همه با توطئه قبلی بود و میریزن دهاتی ها همونجا سر پدر هوشمند با چوب و خلاصه چماق و همه چی ایشون از پا در میارن. ولی مادر هوشمند بودن، رفتن و ایشونو با خیلی وضع زاری آوردن. و بر همونم دیگه بعد از اون قضیه من کارم درست شد و رفتم هند. البته هند رفتن منم خب حالا شما فکر کنین که من با اون حال و اون وضعی که دارم میرم، یک سرنوشتی که اصلا من کجا دارم میرم. ما اون وقتا از نقشه جغرافیا و از ممالک چیزی نمیدونستیم. تو مدرسه ها مگه ما چی یاد میدادن؟ حال دارم میرم هند. برای منم بلیت گرفتن، گفتن حتما باید با کشتی بره، برای اینکه این زن جوان هست و تک تنها تو این کشتی هندی صلاح نیست که تنها توی کابین باشه. برای من کابین درجه 2 گرفتن که با یه خانم دیگه باشم. و خیلی خیلی مرحله سختی برای من بود. یعنی از پدر و مادر و فامیل که واقعا فامیل هوشمندم برای من فامیل خودم بودن، هیچ احساس این که من قریبم رفتم توی فامیل نبود. خیلی همه به هم پیوسته و بسته بودیم و من جدا شدم از همه با این حال زار. سوار این کشتی شدم، کشتی که اون وقت مثلا از خرمشهر که من سوار شدم منو با این نردبونای تنابی مثل پایرتا که میبینین تو فیلم ها بردن تو کشتی. خلاصه رفتم. خیلی دوره سختی بود برای من این 8 روزی که تو کشتی بودم تا رسیدم به بمبئی و هوشمند اونجا منتظر من بود و ما وارد شدیم. دوران سختی بود اون اول مهاجرتمون، این 2 سالی که در شانتی نکتن بودیم دانشگاه تاگور، خیلی به ما سخت گذشت. ولی یک حالت میدونین مهاجر، چون ما به عشق و علاقه و اطاعت از حضرت ولی امرالله رفته بودیم، هرچی سختی بود هرچی گرما بود باور کنید سنم روی این بالش که میذاشتم، برای اینکه اونجا نه ایرکاندیشن بود نه باد بزن بود، وسط بیابون. میگفتن تاگور خیلی زندگی ساده دوست داشته، اینجا باید همه خیلی ساده زندگی کنن. هر وقت میرفتم شب که میخوابیدم سرم روی بالش میذاشتم، میگفتم فقط خوشحالم که اقلن رضای مولام دارم، ولی دیگه هیچ. با یک بچه کوچک به هر حال گذشت، ولی خیلی خوب بود، خیلی ایام خوبی بود. این هندی که من به این حال وارد شدم اینقدر بهش معنوس شدم که برای من حکم وطن داشت. خیلی هند دوست داشتم، خیلی. خیلی هند دوست داشتم، خیلی. ولی در اونجا که بودیم هیچ موفقیت امری ما نداشتیم، من اینکه اینجا کمپس بود. تا اینکه کنفرانس بین القارات
که حضرت ولی امرالله انتخاب فرمودن 4 کنفرانس بزرگ بود که آخریش در هندوستان بود. حالا من چقدر خوشحال بودم که اقلا حالا بعد از این مدت من چشمم میفته به دوست و آشناها که از ایران میان و اون وقتم واقعا فقط جامعه ایران بود تو این کنفرانس. توی اتاق هوشمند میبینین عکس کنفرانس هند هست، تقریبا 95% جمعیتی که تو این کنفرانس وایسادن تو این عکس ایرانی هست. خیلی کم از استرالیا بود که 2 از اروپا اینا. به هر حال در این کنفرانس حضرات عیادی تشریف داشتن، از جمله دوروتی بیکر، و ایشون آمدن اونجا و رفتن و با محفل ملی هندوستان ملاقات کرده بودن از قرار معلوم، و بعد به ما فرمودن که محفل ملی به من گفتن که من یه سفری دور هند بکنم و من آخر این سفرم میام شانتینیکتان پیش شماها، میام به اونجا که چند تا از این استادای دانشگاه اینا رو ملاقات کنم. ما دیگه خیلی خوشحال برگشتیم با چه شوق و ذوقی. یه اتاق کوچیکی مال بچم بود که حالا 3 سالش شده بود، اونجا رو برای ایشون درست کردم و تشریف آوردن و 3-4 روز منزل ما بودن و واقعا زندگی ما این دیدار دوروتی بیکر عوض کرد. شبا که میرفتن میخوابیدن رو تختشون، میگفتم اجازه میدیم من بیام پاتون رو بمالم، ماساژتون بدم؟ میگفتن آره بیا خیلی خسته هستن، و همینجور راز و نیاز میکردن بلند. حالا ما مناجات میخونیم ولی ایشون خودشون همینجور حرف میزدن با جمال مبارک. خیلی برای من تجربه شیرین جذابی بود. بعدم پیاده میرفتیم، برای ماشین که نبود اونجا اصلا، میگم وسط بیابون بود این کمپس. پیاده میرفتیم از لابلای این جمعیت و خاکا و همه پاورنر دور برمون را میرفتن. به من فهمیدن که به چقدر خوبه مهاجرت آمدین، چقدر خوبه اینا رو میشناسین، این ملت شریف رو میشناسین. گفتم که قربون من که اصلا زبون نمیدونم، من که بنگالی بلد نیستم، اینا فقط بنگالی حرف میزنن، تازه انگلیسی منم خیلی ضعیفه. فرمودن که نه، همین راه رفتن تو و تبسم کردن به اینا این خودش تبلیغ زبون نمیخواد، تو مطمئن باش. خلاص خیلی خیلی ایام خوشی داشتیم. وقتی که ایشون خواستن تشریف ببرن که اونجا کاملا دقت کردن، دانشگاه دیدن، به هوشمند فرمودن که هوشمند تو به نظر من دوره اسکالرشیپت که تموم میشه تجدید نکن، باید هند بمونی، ولی تو باید بیای در عاصمه مملکت، تو باید بیای دهلی. محفل ملی هند خیلی ضعیفه و تو میتونی خیلی خوب در عاصمه مملکت خدمت کنی و حتما شما وقتی دوره اسکالرشیپ تموم میشه بیاین دهلی. و ما دیگه 2 سال رو گذروندیم، به هر سختی و زحمتی بود و دوستانی هم اونجا پیدا کردیم، ولی خب اینا می آمدن و می رفتن و حالا صحبت تو صحبت میاد. ما بعد از 25 سال یک سفر رفتیم هندوستان، رفتیم بنگال و گفتیم بریم شانتینیکتان ببینیم اونجا که بودیم چطوره. رفتیم شانتینیکتان، دیدیم ای عجب، در شانتینیکتان محفل تشکیل شده، برای ما جلسه گرفتن و منشی محفل منم یه آقای جوانی هستن و چقدر صدا قشنگی داشتن، از این هندی ها این هارمونیکا میزنن و سرودای هندی میخوندن، مناجات ها، خیلی کیف کرده بودیم. بعد یه روزی بهش گفتم شما از کجا آمدین شانتینیکتان، مهاجرت آمدین اینجا، از کدام نقطه هند بنگال هستین؟ گفت که من اون وقتی که شما آمدین شانتینیکتان من یه پسر بچه 12 ساله بودم، من انقدر از فامیل شما خوشم میامد که وقتی از مدرسه میامدم راهمو کج میکردم که از جلو خونه شما رد بشم و این بچه‌تون اونجا تو ایوون بازی میکرد و شما بودین و اینا. من یه مدتی به عنوان کاری چیزی دوره بر میپلکیدم شماها رو ببینم و برم، و از اونجا این عشق و محبتی که من به شماها داشتم، بعد یواش یواش فهمیدم شماها باهایی هستین اینا، رفتم و بزرگ شدم و تحقیق کردم، باهایی شدم و من اونجا یاد دوروتی بیکر افتادم که فرمودن تبلیغ زبون نمیخواد.
ما آمدیم دهلی. حالا چجوری ما آمدیم دهلی؟ پولی که نداریم. برای ما البته از ایران پول میفرستن، یعنی که ما کاری که تنها نمیتونستیم بکنیم، ولی اون وقتام که پول فرستادن با بانک به صورت امروزی نبود که شما با یه ترانزکشن خیلی سریع با کامپیوتر و اینترنت پول رو بفرستین و به تحویل بدن. 4-5 ماه طول میکشه تا این پولی که برای ما از ایران میفرستن به دست ما برسه. ما وارد دهلی شدیم با یه وضع خیلی سختی، با یه بچه کوچک. حالا نه کار داریم، نه ویزای اقامت داریم، نه منزل داریم و فقط تو جیب اونم 50 روپیه هست دیگه. حالا با این 50 روپیه ما چی کار کنیم؟ هوشمند گفت خدا بزرگه که هیچ ناراحت نباش، بالاخره یه جوری میشه. گفتم میدونی چی؟ اول کاری که میکنیم ولو یه کلبه پیدا کنی هر جا لابلای این پارکا. من خونه هیچ کس نمیخوام بمونم، بریم برای خودمون. حالا نمیخوریم هم نمیخوریم، نداریم هم نداریم، هیچکی نفهمه، ولی من خونه کسی نمیخوام بمونم. از مال دنیا ما یه دوچرخه داشتیم فقط. این دوچرخه رو با خودمون آورده بودیم. هوشمند سوار دوچرخه میشد، پا میزد و منم پشت دوچرخه و این بچه‌ام بغل میگرفتم و همینجور دور محله های دهلی. چقدر دهلی اون وقت قشنگ بود، این جمعیت نبود، اینقدر خلوت، اینقدر زیبا. میرفتیم و از این پارکا به این پارکا نگاه میکردیم و اینا. خدا کجا بریم چیکار کنیم؟ یه وقت دیدیم که از جلوی بنگلوی رد شدیم، نوشته اجاره میده. رفتیم دیدیم یه پیرمردی توی باغچه داره گل میکاره، من سبزی میکاره. گفتیم که این شما نوشتین اجاره میدین؟ گفت بله، من 2 تا اتاق دارم کرایه میدم. گفتم آره هوشمند هرچی، همین 2 تا اتاق میگیریم بس، خیلی خوبه. گفتیم که چقدر اینا؟ گفت که ماهی 50 روپیه. حالا ما فقط اصلا 50 روپیه داریم. هوشمند گفت خب حالا پس ما میگیریم و ما آخر ماه پول بدیم. گفت نه ابدا، الان باید پول بدین، همیشه هم سر ماه باید پول بدین، آخر ماه که نمیشه. ما 50 روپیه هم که تو کیفمون داشتیم خانم دادیم به این آقا و رفتیم تو 2 تا اتاق خشک خالی نشستیم، گرسنه و تشنه و بدون هیچ. حالا خب خودمون اب نداره، ولی این بچه کوچیکی که نمیشه که بهش چی نداد. من که چند تا مجله داشتیم، مجله ها رو ورق می‌زدم. باور کنید من عاشق این مجله های امریکایی از اون وقت شدم، چون اعلانای سالاد و اینا رو که میدیدم توش کیف میکردم. من که اصلا شانتی نکتن هم سبزیجات اینا نبود، من این ورق می‌زدم فقط این سالادا رو نگاه میکردم. یه خورده به اینا نگاه کردم و اینا و خب بچه که نمیتونه، داره دیگه ضعف میکنه، گرسنه‌ش، هیچی نداریم. رفتم و کیفم و اینا رو تکون دادم، 2-3 آنه پول خورد پیدا کردم و یه سبزی فروشی از تو خیابون رد میشد، 4 چرخه داشت، یه چیزایی. رفتم و فقط تنها پولی که داشتم یه سیب زمینی تونستم بخرم. سیب زمینی رو خریدم و آوردم و یه اجاق کوچولو هم داشتم. اینو روشن کردم، سیب زمینی رو پختم و تا سفت و سقلمه دادم. بچه تفلک خورد، خوابوندمش و خودم هم دیگه از گرسنگی گرم و خوابم برد. یه وقت دیدم توی راهرو صدای خشخش کاغذ میاد. اون وقتا هنوز نایلون نیامده بود، پاکت بود. گفتم خواب میبینم. پا شدم آمدم تو راهرو، دیدم اوه چقدر پاکت خوراکی گوشه این راهرومون. 2 تا اتاق بود اساس چه راهرو باریک. هوشمندم با 2 چرخه اونجا. گفتم هوشمند اینا از کجا بود؟ گفت رفتم گرفتم. گفتم از کجای نگرفتیم؟ ما که پول نداشتیم. گفت که نه تو که خوابت بود. ما سوار 2 چرخه شدم رفتم اینجاها دور زدم و دیدم یه میدون هست، چند تا مغازه توشه و یک سوپرمارکت کوچیکی هم هست. رفتم اینجا و چون من خارجی بودم اینا فکر کردن این عضو سفارته دهلی هم که خب مقر سفارت خونه ها. هوشمند وارد این سوپرمارکت میشه، میگه شما با کردیت میشه چیز خرید ماهیونه بدیم؟ گفت البته همه سفارتخونه ها پیش ما کردیت دارن، شما فقط آدرس بدیم، ما حتی دلیوری هم براتون میکنیم تو خونتون. هوشمند میگه خیلی خوب، خودم یه چیزایی میبرم، بعد اون وقت دیگه تلفن میکنیم بگیریم. دیگه شربت گرفته بود و بیسکویت و چایی و نمیدونم هر چی که مثلا سوپرمارکت داره. دیدیم خب حالا بد نیست فعلا که حالا یه جوری خدا در نعمتی رو وا کرده، ولی ما چی کار کنیم اینجا؟ حالا تو پول نرسه، وضعمون خیلی خراب.
هندوستان رینی سیزنش خیلی قشنگه، یعنی وقتی این بارونای مناطق هاره میریزه که مثل چی این آب از آسمون میاد، وقتی تموم میشه یک آسمونی میشه، یک رنگایی روی این آسمون لابلای این ابرا میاد که اصلا شما مدهوش میشین از زیبایی. خلاصه بارون شدیدی آمد و بند آمد و هوشمند گفت که میدونی چیه، اینجا یک قبر همایون هست که خیلی میگن شبیه تاج محاله، بیا بریم اینجا خود بگردیم، بچه‌م اینم ببریم به خود هوا بخور. رفتیم و تو این پارک و خیلی قشنگ بود و این بنا رو نگاه کردیم و رفتیم دور و بر بنا و هوشمند گفت میدونی چی، بیا بریم بالا، اگه بریم روی رواق بالای این چیز بنا اون وقت ما شهرم میتونیم ببینیم، خیلی قشنگ. گفتم راستش من میترسم، اینجا پر از خفاشه تو این راپله های تنگ و تاریک و اینا. گفت که نه دیگه اب نداره، میریم، من بچه رو میزنم رو دوشم جلو میرم، تو هم پشت من بیام، میریم رو پشت بون. خلاص تاریکی ما از لابلای پله های پیچ در پیچ این بنا رفتیم بالا و تاریکی محض تا این در اینجا پله ها به طرف پشت بون میرفتیم که هیچ چشممون نمیدید. هوشمند که جلو بود خورد به یه آقایی که اون می‌خواست بیاد از رو پشت بون پایین. وقتی این آقا خورد، این آقا روی تربیت انگلیسی بود، گفت که sorry I'm Hughes from England، خودش معرفی کرد. خب طبعا هوشمندم گفت که منم هوشمند from ایران. تا اینه گفت این آقا برگشت گفت من درست فهمیدم شما ایرانی هستین؟ گفت بله. گفت عجب، چطور اینجا هستین و شما تحصیلاتتون چیه؟ گفت که من ادبیات فارسی خوندم و خود شرح حالش رو. گفت که تو رو خدا برای من فرستاده، من دارم تاریخ یکی از نوابای هند رو ترجمه میکنم از فارسی به انگلیسی، ولی من چون فارسی زبان مادریم نیست باید یک کسی که فارسی زبان باشه این بخونه ترجمه منو. آیا شما ممکنه به من کمک بکنین، کاری دارین یا نه؟ هوشمند گفت که البته با کمال میل. گفت که پس من آدرستون رو بدین میام منزلتون قرار بذارم. هوشمند گفت نه همین الان ما با شما میایم خونه، ما همین پشته. گفت نه خانم به تو آبادی گردش، من الان نمیخوام. گفت نه بریم همین الان بریم. ما با این آقا برگشتیم آمدیم خونمونو، نشست و حرفاش زد و قرار شد هفته 3 روز بیاد خونه ما، این کتابش بیاره، هفته 80 روپیه هم به هوشمند بده. خلاصه اینم معجزه این دومی که ما دیدیم و خیلی خوب شد. حالا 80 روپیه هم 80 روپیه است، بالاخره ما بچه‌مون حداقل شیر و آبش بدیم تا اینکه پول از ایران برسه. خب حالا این اشکال رد شده، ولی ویزا چی میشه؟ ما اصلا ویزای اقامت نداریم، ما رو به عنوان سکالر آمده اینجا، تموم که بشه دولت هند ما رو بیرون میکرد. هند احتیاج به امیگرنت نداشت. تو همین گیرودار هوشمند روزا میرفت، باز با دو چرخش واسه سر میرفت سفارت ایران، چون آقای بشیر الهی ایشون با ما قوم خویش هم میشدن، دختر خاله من خانم ایشون بودن. هوشمند میرفت سفارت خود پیش آقای بشیر الهی میشست و صحبت میکرد و اینا. و یه روز آمد خونه و گفت که اتفاقا پیش بشیر الهی نشسته بودم آقای تیمسار پاکروان، خدا بیامرزدش، هست همین تیمسار پاکروان که کشتنش. آمد اتاق بشیر الهی و بشیر الهی به من معرفیش کرد و گفت تیمسار پاکروان هستن اینا، ایشون اولین وابسته نظامی ایران در هندوستان هستن و آمدن که اصلا این اداره رو افتتاح کنن و شروع به کار بکنن. هوشمند گفت که خیلی خوشم آمد، خیلی مرد متفکر افتاده، معلوم بود درس خونده چیز هست، ولی من دیگه پا شدم آمدم، دیدم بالاخره اینجا اداره است و اینا میخوان حرفای خصوصی کارشونه بزنن، خوب نبود من بشینم. من آمدم. خیلی خوب ما مشغول زندگی ساده خودمون بودیم. دیدیم عصر آقای بشیر الهی آمدن خونه ما، گفتن هوشمند امروز بعد از این که تو رفتی از اتاق من، آقای پاکروان من گفتن که من از جمله چیزایی که میخوام در هند، من باید یک کسی داشته باشم که روزنامه های هند رو برای من بخونه و مطالبی که من لازم دارم بهش بدم برای من ترجمه کنه. من خودم فارسیم خوب نیست. پاکروان اصلا بزرگ شده فرانسه بود، مادرش هم فرانسوی بود و من یه عضو محلی میخوام. گفتم من بهش گفتم خب همین هوشمند فتح اعظم.
گفت نه بابا من اینی میشناسم، پدرش میشناسم، این نمیشه عضو محلی من بشه، من همچه حقوقی ندارم برای این کار. بشیرالله گفته نه بابا این خیلی درویشه، الانم کاری اینقدر نداره، اینا براتون میکنه این کار. گفت من آمدم به تو بگم اینا. هوشمند گفت البته که میکنم، از خدا میخوام و من ویزا باید بگیرم، شرط اصلی اقامت ما اینجا ویزاست. خلاصه بشیرالله گفت خب پس من میرم آقای پاکروان فردا میارم اینجا خونتون. تیمسار پاکروان آمدن منزل ما نشستن و شروع کردن به صحبت و اینا. خیلی مرد مظلوم و خجالتی و با یه ناراحتی گفت که من نمیتونم راجع به حقوق با شما چی رو صحبت کنم، نمیتونم به شما خیلی حقوق خوبی بدم. هوشمند گفت من اصلا حرف حقوق با من نزنین، شما فقط برای من اگه ویزا بتونین بگیرین کافیه، من حقوق نمیخوام از شما، من کارتون رو میکنم. گفت که ویزا که کاری نداره، پاسپورتاتون رو بیارین ببینیم به من. پاسپورت ما رو گرفت، فرداش ما دیگه پرمننت ویزا داشتیم در هند بمونیم. واقعا عجیبه، معجزه اندر معجزه. من اصلا نمیتونم باور، اگر یکی دیگه برای من تعریف میکرد باور نمیکردم. من معجزه جوان مبارک قدم به قدم دیدم. بله واقعا همینطوره، وقتی نیت پاکه و قدم در راه خدمت گذاشته میشه خیلی زیباست، خیلی زیباست. من دیگه ما هند موندیم، خیلی خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. هر روز مجھے سے تازہ شکایت मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ एक बार बता दीजिए मुझे। دوستان عزیز شنونده، به راستی که داستان زندگانی پرفراز و نشیب جناب فتح اعظم و همسر نازنین ایشان شفیقه خانم داستانی است پر آب چشم و پرشور و شگفت انگیز و شاهدی بر این حقیقت که چگونه تأییدات خداوند بزرگ شامل حال کسانی می شود که اهدافی مقدس و عشق و ایمانی راستین دارند و در راه انجام این هدفها استقامت و پایداری می کنند. شفیقه خانم عزیز، مشتاقانه منتظریم که بقیه خاطرات شما رو از این دوران بشنویم. دیگه درا برامون باز شد. بعد از 2 سال هوشمند عضو محفل ملی شد. واقعا الان هوشمند خودش نمیگه با چه حلم و صبر و حوصله‌ای هوشمند یواش 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 این محفل رو یه نوزی بهش داد و دیگه این سرگذشت ما در هند بود و خبر آورد یه روز هوشمند با خوشحالی که مژده بدم بهت که زمین مشروع الاسکار هند در یک ناحیه‌ای به اسم بهاپور نزدیک دهلی خریده شد. خندیدم، 4 تا باهایی نیم بند اینجا مشروع الاسکار میخوام چه کنیم؟ مگه ما میتونیم مشروع الاسکار داشته باشیم؟ برای کی؟ چه جور بسازیم؟ خب دیگه این دستور هیکل مبارک بوده که زمین خریده بشه. نه حالا ما لازم نیست باشیم ببینیم دیگه، زمین حالا خریده شده. باید جناب خادمم آمدن و امروز میریم
سر زمین دعا و مناجات بکنیم و اولین سنگ دیواری که میخوان دور زمین بکشن بذاریم. عکسمون هست. شهاب 3.5 سال بغل هوشمنده و 4 تا احبا وایسادیم اونجا. یک بهایی هندیمون هم بک‌گراند اسلامی داشت، اونجا وایسادیم عکس انداختیم. دیگه زندگیمون یواش 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 در هند نوز گرفت. هوشمند در اداره آل اندیا رادیو کار پیدا کرد، شبا اونجا کار میکرد، روزام که دفتر محفل بود. منم چون علاقه و ذوقم همیشه به خیاطی بود، شروع کردم به خیاطی کردن و یه کارگاهی برای خودم درست کردم. نسبتا بعدم نبود، کاربارم هم خیلی گرفت، آخر سال خیلی خوب شده بود کارم. یعنی که من رو پارچه‌های هندی دیزاین می‌کردم، لباسای شب می‌دوختم برای خانم‌های دیپلمات‌ها، خیلی کاربارم گرفته بود. دیگه زندگیمون خیلی خوب شد و اونجا بودیم و تا دیگه یه روزی به هوشمند گفتم هوشمند 2 تا بچه دیگه هم پیدا کردیم و گفتم هوشمند دیگه میدونی واقعا هند مملکت دوم ماست، ما دیگه از اینجا تکون نمیخوریم. جا افتادیم و عاشق هندیم و مردمون به این خوبی و شریفی و اینا و کجا ما بریم از اینجا بهتر. آقا همین ما گفتیم. همین باعث شد که ما از هند کنده شد. دیگه شما انجام وظیفه‌هاتون رو کرده بودین، کاراتون رو انجام داده بودین. این سال 1962 بود. خلاصه ما این نقشن هم ریختیم برای خودمونو. بعد دیگه در تهیه تدارک رفتن به کنفرانس بودیم و کنگره لندن و خیلی خوشحال بودیم و بعد عمه هوشمند و مادرش و اینا همه تصمیم گرفتن که خرج سفر ما رو بدن که ما با بچه ها بریم کنگره لندن. هوشمند که مجبور بود بره کانونشن بین المللی و منم از هند با بچه ها برم به لندن 63. دیگه اون رفت و منم کارامو کردم و رفتم مدرسه، بچه ها اجازهشون گرفتم و سوار طیاره شدم با 3 تا بچه. ولی اینجا برای من یک حالت خیلی عجیبی، من گاهی برام این حالت پیدا میشه وقتی در خونم رو قفل میکردم و قرار بود تاکسی ساعت 1 صبح بیاد عقب ما. ساعت 1 صبح تاکسی رسید و دختر چینی خانم با من، دختر ایشون هم با ما همسفر شد بود با من و بچه ها. گفت من با تو میام که تو 3 تا بچه کوچیک داری، در راه تنها نباشی و با هم بریم. بچه ها رو دیگه بیدار کردم، اونام خوشحال دیگه میخوام برن سوار طیاره بشن، اصلا طیاره ندیده بودن. رفتیم اینا رو گذاشتم تو ماشین. آمد این شوفر ماشین رو روشن کنه، گفتم وایسا یه دقیقه صبر کن. یه بنگلوی کوچیکی داشتیم خیلی هم قشنگ بود با گلای کاغذی و اینا، خیلی دوست داشتم، خیلی باغچه‌اش قشنگ درست کرده بودم و واقعا زندگیمو خیلی دوست داشتم هند. آمدم بیرون وایستادم جلوی این خونه، شروع کردم زار گریه کردم. این خانم همسفر من از تاکسی آمد پایین، گفت چیه؟ چرا گریه میکنی؟ نه ترس، از طیاره میترسی طیاره بیفته؟ گفتم نه نمیدونم چرا، من فکر کنم من دیگه خونم رو نمیبینم و دیگه ندیدم. خیلی خیلی ممنونم، مجددا از شما تشکر میکنم، از مهمون نوازیتون، از پذیرایی، از غذای خیلی خوشمزه و از این خاطرات شیرین. قربونتون برم، لطف کردین که تشریف آوردین، خیلی روز خوبی بود در خدمتتون. انشالله موفق باشید. در حقمون دعا بفرمایید و امیدوارم که باز هم فرصتی پیش بیاد در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون و متشکرم، لطف دارید. خداحافظ. تقدیر چنان بود که این زوج روحانی و فداکار پس از 12 سال اقامت و خدمت در هند این سرزمین رو ترک کنند.
در واقع زمان آن رسیده بود که در نقطه دیگری از جهان و با کیفیتی دیگرگونه به خدماتشون ادامه بدند و به نوعی دیگر مفید و مؤثر باشند. و جالب این که این عزیزان دل و جان ما حتی امروز هم که سالهای پربهای کهولت و بازنشستگی رو سپری می کنند، همچنان در میدان خدمت فعالند و پویا و پرتکاپو. بسیار سخنها و حقایق برای گفتن دارند و سایه پرمهر و عطوفتشان بر سر آشنا و بیگانه گسترده است. दाना को दीवाना कहकर दाना को दीवाना. شنوندگان و همراهان ارجمند رادیو یک جهان، آنچه شنیدید یادها و خاطرهایی بود از روزگاران دور در رابطه با دورانی که جناب هوشمند فتح اعظم و همسر نازنینشون شفیق خانم در سرزمین هند سپری کردند. امیدوارم شما هم به قدر من لذت برده باشید.